الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. هوشیار باش خواجه که از مرگ چاره نیست، غافل مشو که عمر عزیزت دوباره نیست. حضار گرامی عزیزان دل، جوانان، مسلمانان، مخلصان، برادرانی که از راه دور و نزدیک آمده اید و اعزایی که در مسیر راه هستند، الله متعال به قدمهای شما ثواب و پاداش نصیب کنه. ببخشین گلینم کمی مشکل پیدا کرده. 12 بجه از یک مجلس آمدم، اونجا صحبت داشتم، کمی ناوقتم شد. الله متعال به انتظاری های شما، به محبت شما ثواب و پاداش نصیب بگردانه. عزیزان گرامی، این جمعه دوم بوده باشد که بعد از عید ما شما دوم جمعه است که انشاءالله میخوانیم. جمعه اول مصادف به سوم عید بود. این جمعه دیگری است که هدفم اینجاست چندین روز از عمر عزیز ما و شما گذشت. عید قربانم تر شد، کالای قربانی هم کهنه و چرک شد. اگر گفتی عوامها سر در گریبان چوت کنیم که عمر عزیز ما تو گذشت، غافل مشو که عمر عزیزت دوباره نیست. قدم به قدم به اسرائیل، لحظه به لحظه به مرگ، لحظه به لحظه به قبرستان و گورستان نزدیک شده رایست. اما بیاییم پرده های غفلت را از گوش برداریم و بدریم و چشم ها برطرف کنیم، متوجه مسئولیت های خود شویم. من در این جمعه خواستم درباره مسئولیت شناسی صحبت داشته باشم که هر کس مسئولیت خود را باید بشناسه که ما را الله جل جلاله به خاطر چی آفریده، به خاطر چی خلق کرده و به خاطر از این خلق نکرده که ما به عبث و لهویات و چلندیات خود را مصرف کنیم. چون ما در بین همه مخلوقات پروردگار اشرف مخلوقات، زیباترین مخلوقاتش است. یک چیز برند میگن، اورجینال، زیبا، اصل، لمبر اول. در بغل بوجی برنج نوشته کرده که درجه 1. اگر نه وطنی را دستپور کرده انداخته و برنج فروش برداقی. یکم تش از ما خفه میشه. خب راست است. از همه چیز، از همه مخلوق تو اورجینال و درجه 1 است. همه مخلوقاتی که الله آفریده، انسان ها برند است، انسان ها لمبر اول مخلوق الله است و زیباترین مخلوق الله است، پرمسئولیت ترین مخلوق الله است و به خاطر تو انسان همه چیزها را الله به خاطر تو آفریده است. و بعد از اینکه ما یک مخلوق برند پروردگار شدیم، مخلوق زیبای الله شدیم و مخلوق شدیم که خلیفه الله بر روی زمین هستیم، مخلوق هستیم که مسئولیت بیشتر داریم، مخلوق هستیم که خداوند همه دیگه چیزها را به نفع و به فایده تو آفریده. گوها علف میخورد، تری تو کاه میخورد و اون شیر سفید را به خاطر تو الله در داخل از تولید میده
ماشین های را پروردگار در وجود گاو، بز، گوسفند انداخته، با خوردن علف ها و کا و شفتل و این آن در داخل وجود گاو به شکل ماشین های زیبا را خدای قادر انداخته که با تو سوایی شیری زیبایی قوی و غذای کامل بوده و تو غافل از این که شب 2 رکعت نماز نی، علاوه از 2 رکعت نماز در فرایض در جماعت حاضر نی. اگر ما بگم در مسجد ما صحبت است، علما هست، دعوت است، دعا هست، کس نمی آید، ولیکن در پریان پنشیر 90,000 نفر فی نفر 5,000 افغانی خرج میکنه، به معصیت میره. حالا نگه که ملا در چکر امام کار داره، تابلت که تو میخوری سرک 5 متر را 50 متر میگی محترم میدونی خدا میکشی 5 نفر دیگر هم میکشی. ما دلم در تو میسوزه، مرا چی از جیب خود خرج میکنی؟ میگم شراب نخور چکر بزن، نماز جماعت ترک نکن چکر بزن، تمام دنیا را گردشگر بکن، سنت است، در سیاحت صحت است. و او سیاحتی که تو خود را میکشی، در او سیاحتی که تابلت که تو نوش جان میکنی، شراب ها میخوری، رقص و پایکوبی میکنی، دین مخالف همین سفر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه سیاحت امت من جهاد است. و یکی از زنان در خارج افغانای موتو یک انتقاد یا انتقاد میگن یا نقد کرده بر بالای حجاجی که در حرمین شریفین میره. یکی از دعوتگرا او را جوابش هم داده، اون اعتراض میکنه که لکها میلیاردها دلار را مردم افغانستان از فقارت و فقیری میمیرد، پول را برده به عربها میته. او زنکه غافل، ای ناآگاه، ای بیخبر، از زیر چتری اسلام رفتی به کشورهای کفر اعتراض سر فرض خدا میکنی. شما ضرب بزنین 90,000 نفر در چکر تا ولایت پنشیر فی نفر 5,000 از ضرب 90,000 کو 4.5 میلیون افغانی خرچشان میشه. چرا ایره اعتراض نمیکنی که جوان یک تابلت که 50 افغانی چرا میخوری؟ 70 روپه لیکوزه میخوره، 50 روپه تابلت که میخوره، 100 روپه داخلش میندازه میخوره. چرا اعتراض را سری جوان نمیکنی که از اخن مادر میگیره، چبلی را سرش بالا میکنه، 50 روپه را میگیره، تابلت که میخوره؟ اون مادر پیشیما آمد گران که گفت چه کنم؟ چرا غافلین؟ چرا ادای مسئولیت نبکنیم؟ باید بیدار شویم که دست همچون جوانا را بگیریم. ای جوان تباه شدی، هلاک شدی. ما میرم موی سفید است و میرم موی سفید، وطن به تو میمانه. تو عقل زیبایی که الله تو را آفریده چرا مخدر کرده ای؟ چرا استفاده خوب نکرده ای؟ چرا وسایل نظامی را از امریکا خریداری میکنی؟ چرا لک دلار را برده در هندوهای گو پرست به خاطر طبابت میتی؟ چرا تو جوان درس طبابت نمیخوانی؟ من در دهلیزهای شفاخانه هندوستان نام ابن سینای بلخی را به فارسی دیدم. چرا در مسیر ابن سینا نمیریم؟ عزیزان گرامی، دین ما مانع پیشرفت و ترقی و تعالی نیست، اما بیایم بیدار شویم. الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر کدام شما حیثیت چوپان و نگهبان را دارین، مسئولیت دارین، از زیردستان شما سوال میشه. بیا پدر عزیز بیدار شو، فرزند در مسیر خوب بگذار، در راه دین بگذار. انبیاء علیهم السلام لک به خاطر ادای مسئولیت بر این مخلوقات آمده. هدف همین جا بود که الله متعال تو را به زیباترین و خوبترین مخلوق خود آفریده. بیایم ادای مسئولیت بکنیم. یهود و نصارا شب تا صبح به خاطر نابودی تو مسئولیت خود انجام میدن. چه چیزی موت را شکار نکرده. زنی خواهر مسلمان در خارج می رود با سر لچ و برهنه میگه باید حاجی ها حج ندارد، فقرای خود باید کمک کنه. حج فرضی را کی کشیده، اما در کنسردها خرچه و خیر، در تابلت که خرچه و خیر، در سفرهای معصیت خرچه و خیر، در دوبه و تاجیکستان و دبی خرچه و مشکل نیست. آنچه که به فریضه الله اونا را دکه داده، اونا را درس داده که انتقاد
سر اسلام میکنه. چرا یک خارجی آمد سر خود با حجاب تو پود نکرده، تو اونجا رفت چادر برطرف کرده؟ بیدار شو، بیدار شو که عمر عزیزت دوباره نیست. اسرائیل جان در کمین است. مادر فرزند زیبایی داشت، گفت مادر من خسته هستم میخوابم، پرواز دارم، سفر دارم، ولیکن یک کار کن مادر، یک دو ساعت پیش مرا از خواب بیدار کن که من از پرواز سفر هوایی نمانم. گفت صحیح جان مادر. فرزند را جاگه و لحاف و خوابگاهش مادر جور کرد و مادر در رادیوها و تلویزیونها و برنامه‌های نوارها سیل داره که فضا خراب نبوده باشه. چرا فضای هوانوردی خراب شد؟ بین آسمان زمین عالم جو میگه، بین جوی آسمان خراب شود، باز طیاره پرواز کردن نمیتونه، بر هم میخوره سفرش، با سقوط مواجه میشه. مادر چقدر مهربان موجود است. بچه خواب است، مادر هوا را بررسی دارد، رادیو نوارها را میبیند که اعلانات هوانوردی را سیل بکنه که هوا شفاف است یا طوفانی و یا خراب و تیره هست. چرا؟ اگر هوا خراب باشه فرزند خود بیدار نمیکنم، بان که سفر بمانه. زندگی و زنده ماندن بچه‌م دم مهم است از اینکه در این سفر سقوط کنه طیارش. مادر که چک میکنه فضا آلوده است، فضا خیت است، فضا گرفته است، بچه را بیدار نمیکنه. ساعتهای تایم پرواز خلاص میشه. چرا؟ رادیوها اعلان میکنه که هوا خراب است، طیاره به پرواز مواجه به سقوط و به خطر میشه. از دلسوزی با ساختن تیکیت و پیسه بچه‌شم، چون پول پیدا میشه فرزند پیدا نمیشه، پیسه پیدا میشه جوانی پیدا نمیشه، پیسه پیدا میشه عقلی که خدا برات داده به تابلت که خراب کردی پیدا نمیشه. من همیشه شعار دادم خدای بزرگتان درست بشناسین. یک طفل که نیم گرام یا چند قرات اگر عقلش کم بوده باشه، اینجا است بچه‌ها داره میگه اینجا بیچاره مجذوب و معیوب است. تمام دنیا با امی تکنولوژی پیشرفتش که از اونجا لوکیشن میزنه افغانستان پیش روید میاره، از اونجا سویچ میکنه کجا کجا را میبینی. این شیطانکا تکنولوژی. و یک حاجی قصه کرد، گفت در دست ما یک دستبند داده بود در مراسم حج، در صفحه تلفن ایتو میکردیم، باز حتی امول لحاف و جاگی احمد محمود امور نشان میداد. سبحان الله. یعنی در مینای شریف 3 میلیون بالاتر دوشک است. توشک فارسی که براتون بگم، توشک هم در زمانی که ما رفتیم این حاجی آقا صاحب مندوال حج فرضی ماست 25 یا 27 سانتی برداره توشکش. آدم چاق جای نمیشه. یک چاق آشنا داشتم سید نورالله میگه فلا ببخشش اگه زنده باشه مرده باشه اگه زنده است کارای تارم چیزا رو میکنه آشنایم است. یعنی دیوال ما برداقی بود. ما که پیسه داره برداقی میگم یکی چاقه. این چاق بودی بیچاره ما باریم برداقی گاگ بود دم جاگه دم لاف خود میندازه که یک پولو هم میکنه جای نمیشه. این تو میندازه 3 نفر جاش میگیره. خوی رفته دم راهها در بین خیمه خواب میکرد. نشانش هم این طرف خیمه ما بود، اون طرف خیمه مولوی صاحب شهید حیات الدین صاحبی رحمت الله علیه بود. بعد صحبت های از رفته تبلیغ گوش میکرد. گفت من یک فایده کردم. گفتم چی فایده کردی؟ تبلیغای مولوی صاحب شهیده و شهید نبودن. گفت را گوش دارم همین چاقی دما فایده کرد. مخلص بچه با اینمی 25 سانتی توشکی اسپنجی لک خیمه. اینجا خیمه است تا تاشقرغان، اینجا خیمه است تا شادیان، این طرف خیمه است تا لنگرخانه و دولت آباد. اینمی چه رقم 25 سانتی توشک تو معلوم میشه. گفت در بند دستبند خود میزدیم این دم توشک ما برده در خیمه ما را داخل می‌کرد. با می تکنولوژی و پیشرفته امی دنیای پیشرفته 1.5 گرم 1 مسقال عقل یک طفل کم است که عقل بوده نمیتونه.
الله قدرتش بالا هست، تواناییش بالا هست. امین پروردگاری که به تو عقل داده، هوش داده، مغز داده، اشرف مخلوقات خلق کرده، تو بیدار شو، به غفلت عمر عزیزت را نگذران. میگه این مادر میگه من دلم نمیشد که فرزند خودت بالا کنم، چرا زنده ماندن و حیات به فرزند من این بهتر است از چند روپه خرج شدن که تکتش اگر بسوزم. چرا؟ گفتم پول پیدا میشه، فرزند پیدا نمیشه، پدر پیدا نمیشه، مادر پیدا نمیشه، عمر درخت پس پیدا نمیشه، این قربان پیر شد پس نمیآید. بچه را بیدار نکرد، از خرابی فضا بچم در خطر مواجه میشه. تیار خاک مرگ تیار از گفته اومده و بالا شوی باز میفهمی که چقدر خطرناک است. الله جل جلاله در اونجا تو را نگاه میکنه، اونجا نگاهت میکنه که در زمین بزنه، هیچ کس نگاهت کرده نمیتونه بجز الله. با مو وزن بلند، کشتی ها 6 ماه پر میشه، وسایل در داخل آب نرم، الله متعال نگاه میکنه. باز که غرق است، کشتی تایتانیک باره به زمین فرو میبره، در داخل آب فرو میبره. مادر بالا نکرد، پرواز تایمش خلاص شد، به این فکر که فرزند من از این سفر بمانه و زنده بمانه با تمام آرزوهای آینده فرزند. ساعتها و لحظات و بعد جان مادر که شور میته، بچه ای طرف لول میخوره، نفس در جانش باقی نمونده. دمو جاگه الله گرفتش. با این امید که فرزندم در طیاره سقوط نکنه، فضا خراب است، در تایم سفر وقت آن تایم بیدار نکردم، باش بچه‌ام خواب بکنه. ولی خواب کرد که دیگه بیدار نمی شود. فرزند لول میته، جان مادر و فلان جان، اجلیس که جواب مادر جان ده. پس این زبان که حال جواب میته، این زبان که فعلا گویا هست، وقت شود زبانت لال گردد و از جان بمانه از گپ زدن. پیش از عزیزای گرامی من به این زبان گپ های خود خوب بزنیم، به این زبان تلاوت های قرآن بکنیم، خود را از این مسئولیت دینی باید بیدار بکنیم و مسئولیت انجام بدیم. انبیا علیه السلام تا طول زندگیشان شب تا صبح به خاطر ادای مسئولیت کار کردند. نوح علیه السلام به خاطر توحید پروردگار در سر خاکسترها ملتش لول میداد. امروز ما علما ملامتیم، همین جوانا را کی ما تشویق کردیم؟ هر کس به فکر خود. از یک جای تیر میشدیم نو محفل میرفتم، همونجا در لب سرک چند نفر ماشاءالله چه وقت حواله میشه. من متوجه هستم که تاریخ 13 و 14 جوزا شده، بخیر 14 رو بعد در ملاست ماش میته. من متوجه باشم که در 14 روز باقی مانده ای ماه 14 نفر بعد ما در مسجد بیارم. روز به روز آمار و ارقام انسان‌های بی‌نماز زیاد شده. امروز چرا مسجد خالی است؟ اگر روز جمعه است، چون همه کس رفتن. داداش نماز جمعه چی میکنه؟ سید الایام است روز جمعه. میدانی رسول علیه السلام یک حدیث داره، میگه هر کسی که نماز جمعه را نمیخواند تا 3 جمعه و منافق حشر میشه، منافق نوشته میشه در لیست کرامن کاتبین. رسول علیه السلام میفرماید ملائکه های مقرب، آسمان ها، زمین ها، بحرها، دریاها، کوهها، هوا و طوفان و شمال هم از روز جمعه اشفقن من یوم الجمعه، از روز جمعه میترسند. جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل از روز جمعه میترسند. چرا؟ فیه خلق آدم و فیه اخرج آدم و یوم الجمعه اقیم القیامه، در روز جمعه قیامت برپا میشه. این نظام عالم برهم میخوره. باید ملائکه ها از این خرابی عالم بترسه، اما تو جوان نمیترسی، اما تو ملا صاحب نمیترسی. روز جمعه، در روز جمعه با بیشترین معصیت صورت میگیره. یعنی از ترک جمعه کده دیگه گناه بزرگ چی است؟ از ترک فرض کده گناه بزرگ دیگه چی هست؟ ملائکه از روز جمعه میترسه که ما بر روز جمعه قیامت برپا میشه. به قیامت
برابر نشون. قیامت چیزی آسان نیست. اگر قیامت کلان ندیدی، دوستت که وفات بکنه او سر تو قیامت است. یک از جمله مرشدا و بزرگوارای غنیمت ولایت بلخ ما و شما امروز وفات کرده بودن. من رفتم، فرزندش با من بغل کشی کرد، گران کرد، گفت 4 اطراف من وحشت زده هست، 4 اطراف من فرو ریخته هست. چرا؟ پدرم وفات کرده. قیامت سری و بس. اگر قیامت کلان را ندیدی، اینمی قیامت دست دادن دوست و عزیزت، فرزندت، خانومت، پدر و مادرت، این قیامت است. قیامت چیزی آسان نیست. از این قیامت ملائکه ها، کوه ها، آسمان ها، زمین ها میترسه. اما لیکن روز جمعه را ما روز معصیت ها، خوشگذرانی ها، گناه ها، بینمازی ها، خوردن تابلتکه ها گردانیده. حقیقت از خفه نشین، سفر بکنین، سفر سیاحت بکنین، از طبیعت های وطن استفاده بکنین، از آبشارهایش استفاده بکنین. کجا چوکت شریعت راهنمایی کرده نماز جماعت ترک نشه. یک پیش نماز بیت جماعت را برپا بکن. به هر صورت عزیزان گرامی، همه انبیاء علیه السلام به خاطر دین خدمت کردن، رسول علیه السلام خدمت کردن. حتی رسول علیه السلام به خاطر که به بندگان خیرش برسه توهین ها شد. ابراهیم فرزندشان وفات میکرد، در دار الندوه ابو جهل چک میکنه، در دار الندوه در مجلس جلسگاهش ابو جهل عتبه شیبه محفل برپا میکنه، پایکوبی برپا میکنه، میگه بچه محمد رسول الله وفات کرد، بخیر نبوت ختم شد، عمرش ختم شد، زندگی ختم شد، رسالت ختم شد، مسئولیت ختم شد. دیگه هر روز در گوش ما آمده لا اله الا الله محمد رسول الله دیگه خوانده نمیتونه. اما غافل از این که ابو جهل رسول علیه السلام اگر فرزندش وفات کرد، رسالتش تا قاف قیامت باقی است. از فرش الا به عرش رساندش. رسول الله السلام از زمین بیت المقدس عرش خدا رفت. اگر نه یک تیمی بود، یک بی پیسه و بی ثروت بود، حتی به شیر دادن دایه ها شیر نمیداد. الله از فرش به عرش رسان. جوان عزیز برادرای گرامی، اگر به عرش خدا نامد حق و تاپه شود، اگر قلم عفو برید بخشش کش کرده شود، بیا مسئولیت ایمانی نماز عبادت خود انجام بدیم. واقعا تأسف است برای که ما در نماز صبح یک صف مقتدی داریم، نیم صف مقتدی داریم، در حالی که در لاید اسپیکر اعلان شود در ساعت 4 بجه صبح 5 لیتر روغن، 10 کیلو برنج، ازمی غنداق شیرخوردگی تم در آغوشت باشه، باز برد میتیم بیاری. انم بچه را بیدار میکنه که بریم برنج دست موتو نمونه. دیدیم ما 4 تا نان میداد. این از 3 بجه روز رمضان دمی نفش مترا 500 زن نمیشه جمع. چرا 3 تا نان میتن؟ ولی بگردن پشت نانه، پشت عبادت هم خوب بگردن. مسئولیت خدا نان دادن، مسئولیت تو عبادت کردن. کار خدا رو چرا میگیری؟ کار بکو، زید اقتصاد نیست، ولیکن اقتصاد نمیفهمین. یک چکر در بدخشان و اینجا آن برو، ولیکن اما خرچم در فکرت هست. من ضرب زدم یک جوان گفتم که دا پریان پنشیر رفتی 90,000 نفر در اونجا رفته، 300,000 نفر در بامیان رفته. کل گاماراش من مواد جمع کردم. اگر نصفش دروغ باشه نصفش خراست است. 30,000 نفر تنها در سری پل اینجا رفته. گفتم چند خرج کردی؟ گفت 10,000 مولوی صاحب. گفتم تو بای بچه هستی؟ حد اوسط گفت 5,000 از ضرب 90,000 بکن 4.5 میلیون افغانی میشه. پول نداری چی داری خیلی؟ پیاده رفته، در کرامت پرواز کرده رفته، ملائکه بود سبحان الله گفته سر شده. اینجا گوشتا را دوش جان کرده، قربان کرده. در دین کی باشه، در مسجد کی باشه، باز پول نداری. در غریب کی باشه، باز پول نداری. در عروسی یک مسلمان باشه، با دایی کنده را برش. پول است به لحاظ خدا شکر بکشین، چکر بزن، بخو. بهترین نعمت. اما کسی که نمیخوره باز مکه و اساسیت دارم. بهترین چیز بپوش، بهترین چیز را بخور. یک سه بخور خوبیشه بخور. ما موافق هستم، این مسئله شرعی است، اسراف نیست. عزیزان لذت دنیا کسی بود که هم نوشید و هم پوشید و هم خورد.
ولیکن اسراف هم در نظر بگیری که اسراف نشه، ولیکن معصیت نشه. امی پول با چرا این اعتراض نمیکنی؟ میگه آجی ده حج رفت پول در عربا برده داد. در عرب چرا میتونی؟ یک نماز یک لک نماز ارزش داره، اوجا مندهی بازار عبادت است. اگر خواستی دلارتان خوب قیمت پیدا کنه تا کفایت میری. در کوچا کسی دلار نمیخره، در مندهیش در کفایت مارکت، در کابل شهزاده مارکت، در عبادت یک نماز یک لک نماز مکه مکرمه $1200 بده تیاری کامیار بشین برونجا تاشی یک لک نماز در هر نماز بگی پس پرواز کو 15 روز بعد بیاین. گناه خود زیاد جمع کردیم، یک ذره ثوابم جمع بکنیم. یک نماز در مدینه طیبه 50,000 نماز منده عبادت. این اعتراض میکنن، ادای مسئولیت کنن. عزیزای گرامی بیم دست با هم بتیم جوانا را تشویق کنیم، ترغیب کنیم بروی دین و به سوی دین. یعنی در روز جمعه ملائکه های مقرب آسمان و زمین از آمدن قیامت که چون در جمعه قیامت میاد بیم دارن، ترس دارن، ولیکن ما گناه میکنیم. یک دوم دیگه گفتم مسجدها خالی شده. عزیزای گرامی شوق و ذوق نماز رفت از دل ما. اول من ملامت، باز شما ملامت هستین. دکاندار رفیق خودت نمازخوان است، بیار در مسجد. همسایه تا بیار در مسجد. سر دکان شیشتگر بیار در مسجد. میفهمی یک حدیث است بسیار امیدوار کننده است. حدیث بسیار ما را مسرت و ما را خوشحال میگردانه، دل ما را آبیاری میکنه. و حدیث همیست که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید هر وقت که امام در نماز ولا ضالین گفت، در اخیر سوره فاتحه ولا ضالین گفت، امامم پوت و مخفی آمین میگه. در مذهب ما شما هم در دلتان آمین بگوین. یک چی ثواب داره، چی پاداش داره؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. یک آمین تو فانه من وافق آمینه یا تامینه تامین الملائکه. کسی که در آمین گفتن ملا آمین گفت مخفیانه در دلش که در مذهب احناف همین خفیه گفته شود، پس الله متعال در همین حالتی که امام ولا ضالین میگه ملائکه هم آمین میگه. آمین معناش چیست؟ استجب دعا انا. آمین معناش خداوندا دعای ما را اجابت کن، خداوندا دعای ما را قبول کن، از جمله گمراهان و مغضوبین یهود و نصارا ما را نگردان. در این لحظه ملائکه میگه آمین. هر وقتی که آمین تو موافقت با آمین ملائکه ها شد، تمام گناهان گذشته الله میبخشه. و در سمع الله لمن حمیدی ملا وقتی که گفت تو ربنا لك الحمد گو، و بعض روایت ربنا ولك الحمد آمده، ربنا لك الحمد گو. در اینجا غفر له ما تقدم من ذنبه، اینجا ملائکه ها موافقت میکنه گناه تو بخشش کرده میشه. این چقدر مسرت و خوشحال کننده هست. در مسجد پر از گناه داخل شو، در مسجد با داشتن گناهان گرنگ آمدی، در مسجد با معصیت وارد شده، از مسجد بخشش شده برا. سبحان الله. فقط در جماعت اشتراک بکن، ربنا لك الحمد بگو، آمین بگو، و با داشتن بارهای سنگینی از گناهان صغیره از مسجد شستشو شده برا. نه در دلار میشه ای گپ، نه در کلدار میشه، نه به زور و زر میشه، نه در فنگ و سلاح. بیا در صف نماز بگو ربنا لك الحمد یا آمین. پس برا تمام گناهان صغیره، یک روزنی، یک دقیقنی، یک ساعتنی، یک داننی، 10 داننی، میلیارد آنچه که گذشته گناه کرده الله میبخشه. چقدر سخنان زیبای تشویق آور است که ما بیدار باید شویم، ما هوشیار باید شویم. بیان پرده هایی که چشم ما را دنیا مصروف کرده، گوش ما را پرده انداخته شده، عزیزان میرم میداریم، پارا میکنیم برای الله راست میشیم. تا اینکه ما برای الله راست نشیم ما از زندگی خود لذت نمیبریم، از زندگی لذت نمیبریم. بیاین از زندگی خود لذت ببریم، وارد عبادت شویم، وارد طاعت شویم و بندگی الله را بکنیم و از عمر عزیز خود ما استفاده بکنیم. چرا عمر عزیز دوباره نیست. شاهان رفتن، ثروتمندان رفتن، فاتحان و مجاهدان رفتن، مارشالان رفتن، سخنوران رفتن، دعوتگران رفتن،
کشورگشایان رفتن، سلطان محمود غزنوی رفتن، رسول صلی الله علیه و سلم رفتن، کس باقی نمیمانه. بیاد دستاورد خوبی را در دنیا بگذاریم و بعدا در آخرت برویم. از عمر موت پرسان میشه در روز آخرت. الله جل جلاله تا که از 4 چیز سوال نکند، از 4 چیز پرسان نکند، نمیماند که قدم بال قدم بگذاری و بروی. قدم بال قدم نمیمانه. اولش از عمرت سوال میکنه که عمرت در چی سپری کردی؟ در لهو العیب، در بازی. یک شعر عربی مضمونشه بعد شما میگه بسیار از بسا جوانا هست در لهو العیب شب میخوابد اما خبر ندارد که پود و شد کفنش دوخته شده است. مثل مادر که بچه را تشور داد، بچه وقت مرده است. و جوان در یک موی سفید گفته بود کاکا تو بزن خو نمیکنی، عمرت پایان رسیدگی است، بانش در چوکی در کنارت من میخوابم. در که دمو استادگاه رسیدی، در استادگاه رسید باز مرا بیدار کو که از امو خانه ما از آدرس تیر نشو. گفت صحیح جانی بابا خواب. موتر رفت و در چهارراهی و در منطقه استادگاه که جوان پایان میشه، گفت بچه‌م رسیدی در جای در قشلاقت برخیز، تا که شور میته تا چوکی جانش برآمد. عزیزی من اینجا کسی همسایه ما بود، گفتم چی کده؟ گفت اولی فروشته. گفت فروخته. گفت یک اولی نو خریده، در اولی نو رفت 8 روز از زندگی نکرد، مرد. چرا بیدار نمیشی؟ عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه فرزند اسماء به چی طور عبادت الله را میکرد؟ اصحاب رضی الله تعالی عنهم الگوی عبادتش و اسوه حسنیش به موت و درس است. هر چیز را خوب یاد داریم، عبادت خوب یاد نداریم. مقصد خفه نشین، ازای گربه خوبش بکنیم عبادت را. در نماز کاملا متوجه عبادت خود باشیم که بازی مؤثر است. اینجاست عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه پایشان به سرطان مبتلا شد. او وقت طبابت خب این اندازه پیشرفت و ترقی نکرده بود. پایش به سرطان مبتلا شد. اطباء و پزشکا آمد، یکم یونانی رقم دکتر بود. گفت پای تو باید جراحی شود، از این استقامت قطع شود تا این که سرایت نکند این دانه سرطان و این دانه کشنده. مثل که حالی همی پای کسی را که شکر بزنه قطع میکنه، ناخونه قطع نکد، پار از این جزیه بلخین تا ایران نمیکشانه. امی دنیای پیشرفته بدون قطع کردن استخوان سیاه شده یک کسی را که استخوان بته چی گپ داره؟ خدای ما استخوان سالم داد، بعد از این مرض داد، پای کمیره خراب کرد، یک انگشت بته خلاص. یک انگشت بته. پای پلاستیکی پایسازی سلیم سرخ همه چی کنن دیگه، شخ ماندگی و چی بدر میخوره، زری آدم میکفه ببینه. نه اما انگشتی که خدا داده آل مرض سیاه کرده، شکر قطع کرده، نمیتونه یک انگشت اگه نمیتونه. یعنی یک ناخونه بته نمیتونه نر تا دا گاز دا میدان نمیتونه. خداوند همین قرآن کریم را نازل کرده به ما و تو داده معجزه هست. هوش مصنوعی هر چیز را برات میگه. عکس زن مرد زن همه چیز را میتونه برات روی جادوگری و مصنوعی و صنعی و خود ساخته بسازه. ملا را در رقص و پایگوبی بیاره، در کنارش یک زن برهنه را بمانه میتونه. اما را بزنن بگو یک حرف مانند قرآن بساز، معذرت ہے 100 سلامی برات میزنه. بیا نه قرآن ما یک کتاب است. ما بنده ها هم پابند به قرآن باشیم، اما تو بنده باشیم که هستیم ان شاء الله. مثل ما تو کس ساخته نمیتونه، مثل ایمان تو هم کسی ایمان باید نداشته باشه، مثل غیرت تو باید کسی غیرت نداشته باشه. بنان عروه ابن زبیر پایکش در سرطان مبتلا شد. گفت قطع میکنیم. گفت که به تو دعوای مخدر میتم، بعد از اون پای تو را قطع میکنم. گفت ما در حینی که یک عضوم را عدس دهم با بیهوشی عدس نمیتم که من در عالم خواب باشم، چرا مواد مخدر عقل میپوشانه، به هیچ وجه کار نمیکنم. گفت خیلی ما چند نفر تو را محکم میگیریم با زور که خیزک و فریاد نزنی، پای تعرم میکنیم خلاص. چرا این صلاحیت که دیگه جای میگیره؟ گفت سه اسم
است، موافق هستم، ولیکن یک نظر براتون میتونم. وقت نماز شد من نماز میخوانم. وقتی که نماز شد من به عبادت الله استاد شدم، بعدا شما جراحی بکنید، مشکل نیست. این دعوای عشق، دعوای جذب با عشق و عبادت خداوند. گفت صحیح است، ولیکن در تمام حرکات و سکنات نماز در یک حالت لیکن پای مرقت کنید که سجده هست. بهترین حالتی که مقربترین حالتی که دعای بنده به الله قبول میشه حالت سجده هست. در سجده پیشانی زیبا را بگذار در دل شب تاریک، در دلهای شب که همگان خواب است. شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد کوه بام دوست پرواز کنند. هر کس در شب در خود میبندد الی در دوست که به شب باز بکن. الله رحمتش در آسمان دنیا میایه میگه ای بنده ای جوان، از زمین تا آسمان هر چی که پر از گناه انجام دادی، شب همی سرت دور کرد، نماز بخوان، در سجده بگذار، دستکار همینجا بگذار، بینیگک و پیشانی زیبا را در سر فرش با نماز خانه بگذار. در اطراف اولادایت، خواهرت، مادرت، دیگران در اتاقا خواب است، در دل شب بیدار شو، گروپ هم روشن نکن، در هازا خانه هازا تشناب یک وضوگک بکن، یک چار اندام بکن، سر را به سجده بگذار، بگو سبحان ربی الاعلی. چه قلیزت، چه قمزمتا. الله از عرش میگه لبیک. اینجا گران کو الله آنچه کردم از تو معذرت میخواهم، آن اکسیژن های مفت تو را استفاده کردم اما از غفلت بیدار نشدم. الله تو بیدارم کردی، دو رکعت نماز خواندم، الله گناهت میبخشه. عروه ابن زبیر ابن اسماء رضی الله تعالی عنهما فرمودند، گفت در سجده رفتم باز پای مرقت کو. چرا؟ من در سجده به خود نیستم، من در دنیا نیستم، من مستغرق در عشق خدایم. سبحان ربی الاعلی. میگه در سجده عروه ابن زبیر رفت، دکتر امو لحظه ای که در سجده سر گذاشت پا را عرکت، پا را قطع کرد، اینجا را بسته کرد، از نماز فارغ شد، کمی بیهوشی سری مبارک آمد. در حال عرق کردن پایش از عبادتی که میکرد خبر نداشت. این یک عادت است نمازکای موتو. فهمید عزیزان گرامی؟ همین عادت هم از خود در جماعت خود بخوان، همین عادت هم از خود تو بیدار شو. اگر بگم که 2 بجه شو ساعت تا زنگ بگذار، به تو یک اواله میایه از خارج. 2 بجه شو لمبر اواله خوانده میشه. 2 بجه شو یک چیزی مادیات است. با او زنگ تلفن چطور تو را بیدار میکنه؟ ولیکن زنگ تلفن 4 بجه صبح چرا بیدارت نمیکنه؟ یعنی شیطان خواهد دیگه فایده نداره، امی خو یک زنگ تنبیه کننده داره، یعنی زیره که بالشت بان چرونگ زنگ میزنه. باز که میدید زنگ است فهم که 4 بجه است، باید گل میکنه، خاموش میکنه. امی سرمان چرا شیطان للو میگه، لیافه که سرش میندازه، یقا چشمک بادار کن باز کنه، 7 روز شده یا در ترجمه ملاصه دلاس فکر که خانه باز بیدار شده. چرا؟ امیر بگذار و بیدار شو، گردن شیطان میده کن. عروه ابن زبیر پاگک قطع شد. بعد از اینکه در هوش آمد، دوستایش اتباع هم پای قطع شدگی را پیشش آورد، گفت این عضو تو هست. عروه ابن زبیر گفت، خطاب به پایش کرد، گفت پروردگارا این پا هرگز به سوی حرام قدم نگذاشته، این پا هرگز به سوی معصیت نرفته، این پا هرگز به سوی دزدی و اختطاف نرفته، این پا هرگز به سوی خریدن شراب نرفته، این پا هرگز به سوی دزدی نرفته، بجز برای دین و برای مسجد و برای تحصیل و جهاد و مقاومت در برابر فساد هیچ جای به این پا قدم نگذاشتم. صحابه اعلان کردن، گفت که ای عروه خوشا به حال تو کو، این پایی که در مسیر جنت رفته بود قبل از تو در جنت وارد شد. با کاملا باید ما در عبادت خود متوجه باشیم، باید ادای مسئولیت بکنیم که چه رقم نماز و چطور نماز بخوانیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم سوز امت، سوز ملت در دلش بود. واقعا ما یگام جای عزیزا که می‌نشینم میگم ای علما و دوستای عزیز، واقعا ملامت هستیم از ایوازی که نمازخوانی ما زیاد شود در مسجد کم میشه. چرا؟ بی نمازا شکار کرد 4 تا نمازخانه. جوانای پاک را چند جوانی که ملوث بود در تابلت که مبتلا کرد.
آیا الله از ما سوال نمیکنه در قیامت؟ آیا او یخنی مرا او جوان نمیگیره که مولانا صاحب خواندن نماز در مسجد و سمع الله لمن حمید ربنا لك الحمد شریک شدن در جماعت آمین گفتن سبب بخشش گناه ها میشد؟ چرا در جاده ها نیامدی مرا در این برنامه تشویق نکنی؟ رسول الله السلام شب تا صبح خواب نمیکرد. مشرکین عرب در وفات کردن بچهش دول میزد. رسول الله السلام غمگین، صحابه جگرخون، ابو جهل پایکوبی میکرد که بچه محمد السلام وفات کرده. جوانا را در مکه مکرمه ابو جهل پیسه میداد، تشویق میکرد هر وقتی که رسول الله السلام تیر میشه بزنش، دو بزنش، شاعر بگین، کاهن و جادوگر بگین. با می الفاظ رسول گرامی استقبال میشد. بازم دین را اصحاب در افغانستان آوردن. بازم صحابه جسم و جانشان در دنیا مسافر شد. این دین را مسئولیت خود را ادا کردن به موتور رساندن. ولی هر فرد ما شما به اندازه دانش مسئولیت داریم. مسئولیت داریم باید که دین برسانیم. امروز از ما یاد گرفته برو در دکان در رسته های لیلامی جوانا را تشویق در نماز بکن. ما از ما یاد گرفته برو تو هم یک کسی را بر نماز بیار، یک کسی بر گناه و بر چرس و بر تابلت که میبینید تشویقش بکن. جوان عزیز تباه میشه، زندگی تباه میشه، عقل دست میره، زن طلاق میگیره، خانواده برهم میخوره. پس این انسان علا به این خاطر خلق نکرده. بیایم امیر برسانیم. رسول علیه السلام وقتی که در طائف رفتن مبارک به خاطر همین سوز دین رفتن، وگرنه غفر ما تقدم من ذنبه، پاک منظم بود. چرا در اونجا میرفت؟ ادای مسئولیت میکرد. بیایم ما شما ادای مسئولیت بکنیم. اول خودم ادای مسئولیت شخصی کنیم که نمازها با جماعت، نمازهای جمعه، دعوت، تبلیغ، تشویق در راه دین. رسول اسلام در طائف میره. یک جا از بخیر که عمره یا حج فرضی رفتن، اونجا باغ مسجد عداس میگه در طائف شریف است، در مسجد عبدالله بن عباس صاحب نزدیک است. اونجا رفتن. خب برین دیگه، اما نمیرین، مقصد تنبلی میکنین یا بیچاره نمیفهمین. خب یک معلم پیدا کو برو. مسجد عداس رسول اسلام در طائف رفت، همه را دعوت کرد. بالاخره اونا با سنگ استقبال کرد. بالاخره مهمان نوازی نکردن. رسول اسلام در اونجا یک باغ بود، اونجا نشست. و باغ از عتبه و شیبه بود. کافرها و مشرکا بودن. اونا یک برده داشت، بردهشون عیسوی بود، نامش عداس بود. گفت همون نفری که زید ابن حارثه رفیق رسول الله السلام بود، دو نفر صورت مبارک از دور معلوم میشد که مملو از خون است. چرا؟ میشد در خانه می نشست، میشد در مکه مکرمه زندگی میکرد. سوز امت، ادای مسئولیت در دلشان بود. رفت در طائف، پیاده رفت و کوها. بیا خیر است تو دکو نرو، در مثلا که تیر کانکریت در مسجد بیا. خیر است اما فرض خدا را تنها ادا بکن. دیگه شه خیر مولا صاحبا میرسانه. نمیکنیم مرا. یک صف نماز میخوانیم. همه مرده؟ نه، همه زنده است. در پول کی بگم، بوجی برنج کی بگم، کمک کی مادیاتی بگم، با مسجد پر میشه. به هر صورت خفه نشه آل مقتدیا. خلاص میگم خفه میشی درش. چی میکنی؟ مولا را از مسجد میکشه. اکا ناصر مولا از مسجد میکشه. رزق مولا را میگیره؟ نه. فهمیده؟ نفهمیده؟ حقیقت حقایق شیرین و گفتار تلخ است. حقایق شیرین است، گفتارش که بگی با جان من تلخ میخوره. رسول علیه السلام در اونجا 6 سر و صورتش پر از خون بود. چرا؟ اونا به خاطر ادای مسئولیت رفت. کافرها مسئولیت چمیز که تو را بزنه، کافر تو را توهین بکنه، کافرها شب تا صبح خواب نمیکنه، با ایمان تو میجنگه. تو جوان چرا عقل زیبا را به مخدره مبتلا کردی؟ تو چرا اتم نساختی؟ تو چرا زری نساختی؟ تو چرا طیاره نساختی؟ چرا جت نساختی؟ کافرها شب تا صبح خواب نکرده، ساخته در کلی تو میزنه. چرا تو نمیسازی؟ کی مانع کرده تو را؟ مصروف چرس و چلم نشو، تابلت ها را بگذار، شب تا صبح درس بخوان. شب تا هر که دانا بود توانا بود. از قلمشان آموختن خواه. حالا چرا بیدار نمیشه؟ هر کی دانا بود توانا بود. یک بچگک ما داریم به نام شایق جان کفشانی، میگه یک بچگکش نه، اون بچه را الله متعال حفاظتش بفرما. یک زبانک داره، کمو زبانش وزیر داخله و خارجی ایران استقبالش میکنه.
13 ساله بچه 12 ساله بچه چی داره؟ بچه وزیر است، بچه وکیل است، بچه رئیس پارلمان است، بچه امیر المومنین است. نه، یک بچه کسی که اکثر 4 سنف مکتب خوانده، در درس و تعلیم و قلم و زبان مهارت داره ماشاءالله بارک الله افتخار موتاز. وزیر و وکیلش در اونجا گپای هم بچه که سزا رو گوش میکنه. والا اگه تاجر ملی برای کس دیده میرای شنبه، چرا؟ علم دارد، فهم دارد، دانش دارد. اگر خواست فرزندت قیمتی شه و پدر ادای مسئولیت کنی، درس و تعلیم بیاموزان برش. هدف اینجاست که رسول الله السلام در بین باغ با صورتهای خون آلوده که ادای مسئولیت در طایف بکنه رفت. عتبه و شیبه غلامش گفت والا دلم سوختم و آدم مسافر سرک و کلش خون پر است، نمیشناسه که رسول الله السلام است. امی انگور یا امی غذا را برش برک. کتاب انگور نوشته کرده چون باغ انگور داشتن. انگور عداس آورد پیش رسول الله السلام گذاشت، جد که صورت مبارک پر از خون است، آلوده از خون است. انگور را که پیش از بخوره گفت بسم الله و علی برکت الله یا بسم الله الرحمن الرحیم. غلام عیسوی یک تکان خورد، گفت چی کلمه است که استفاده میکنی؟ گفت ایرا به این سرزمین همه مشرک است، ایرا نمیشناسد بسم الله را. گفت من نبی آخر الزمان هستم. این جوان گفت تو کیستی؟ گفت من عیسوی هستم، از فلانی جای هستم. گفت از قشلاق برادر ما یونس ابن متا هستی؟ یونس علیه السلام؟ گفت بله. گفت یونس را چی میشناسی؟ گفت من پیغمبر هستم، تاریخ همه انبیا به من معلوم است. گفت من آخر پیغمبر محمد رسول الله است در انجیل خواندم. گفت بله منم. دستر و دست رسول الله السلام خود انداخت بوسه کرد. اونجا عتبه و شیبه در سیل دارد که این غلام من یک مهمان مسافر که سر و صورتش پر از خون از دشمنا زدن و دست و پایش را میبوسه. عجیب است. غلام که پیش عتبه و شیبه رفت گفت چرا تعظیم کردی؟ گفت اون محمد رسول الله است، اون دلسوز امت است، ادای مسئولیت کردم و مردم طایف به سنگ‌ها استقبالش کرده. گفت من به او ایمان آوردم. رسول الله السلام دعا کرد، عداس ایمان آورد. در همون جایی که رسول الله السلام دعا کرد ایمان نصیب می غلام عیسوی شده، در طایف شریف نوشته مسجد العداس یا مسجد اجابه هم میگه. هدف اینجاست که رسول الله السلام ادای مسئولیت کرد. بیا عزیزای گرامی ادای مسئولیت کنیم، دنبال راضی کردن الله بگردیم، دنبال ازی بگردیم که فساد را به اوسو کنیم، امر به معروف بکنیم و مردم را بر دین و بر نماز و بر عبادت و بر تقوا و بر راستی و عدالت و اقتصاد اسلامی تشویقشان بکنیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین. خداوند آنچه که گفتم به من اول توفیق عمل را نصیب بگردان. پروردگارا کریم و رحیم، عمر ما را به غفلت نگذران. پروردگار ما را بیدار بگردان. الله جوان ما را بیدار کن. پروردگار پدران ما را بیدار بگردان، جوانان را بیدار بگردان، محاسن سفیدان را بیدار بگردان، همه ملت مسلمه را پروردگار بیدار بگردان. از وسایس و دام شیطان ما را نجات بفرما. پروردگار مریضای ما را شفای عاجل و کامل نصیب بگردان. یک برادر عزیزی ما حاجی صاحب داوود برادر عزیزی ما هستند، چند روز چند وقت میشه مریض است. الله اینا را شفای عاجل و کامل نصیبش بگردانه. با فامیلشان کسی مریض است الله اونا را هم شفا نصیب بگردانه. دوستا عزیزایی که در گذر ما مریض است الله متعال شفای عاجل و کامل نصیب بگردان. در شفاخانه و بستر مریض است الله شفا بده. یک از جمله علما و دعوتگران و غنیمت ولایت کندوز ما شما در حادثه ترافیک سخت ضربه و صدمه دیده، از ما شما دعا خواست الله متعال. علما چراغ جامعه هستند، واقعا اساتید چراغ جامعه هستند، پدران چراغ جامعه هستند، دانشمندان چراغ جامعه هستند و اساتید پانتون و مکاتب، معلمین و معلمان همه چراغ‌های ما هستند. درخشانی و جامعه به اینا متعلق است. پروردگار اینا را بیمار باشه شفای عاجل و کامل نصیب بگردان. پروردگار پدران مریض شفا بده، مادران مریض شفا بده، مادر جان ما هم مریض است الله متعال همه مادرها را شفا بده. همین یک جوان ما آمد گفت مادرک بندی هست، مادر من شب تا صبح به فراق فرزندش بی‌تاب است. پروردگارا این مادر را فرزندشان آزاد بگردان، بنده های ناحق را آزاد بگردان. پروردگار اسرای غزه را آزاد بگردان. پروردگار شهدای غزه را مغفور بگردان. پروردگار شب و روز نیست که میشنویم 4 فلسطینی شهید شد، 10 فلسطینی شهید شد. پروردگارا فابریکه آدم سازی در غزه پروردگار خلاص شد از دست ظالمای صفاکان. پروردگار
یهود و نصارا را نیست و نابود بگردان. پروردگار امریکای غدار شیطان بزرگ را نیست و نابود بگردان. پروردگار اسرائیل نیست و نابود بگردان. یا الله چند صد ماه می شود مردم غزه شهید میته، یا الله رحم فرما. یا الله انتقام شهدا را بگیر. یا الله تفلکا را بی پدر کردن. یک دو شب روز فرزندت را در آغوش نگی، فرزند تفلکی که در آغوشت میآید نگی، خود را دور کن و فرزند بیتاب می شود. پروردگار تفلکا در غزه عبی گفته صدا می زند، مادر گفته صدا می زند، همه صغیر شدن، همه یتیم شدن، همه اسیر شدن، همه شهید شدن، کفن را ندیدن، قبر را ندیدن، لحد را ندیدن، خانه ها بر سرشان لحد شد. یا الله یا رب کریم و رحیم، تو بسیار قوی ذات هستی، تو ذات بسیار مقتدر هستی. یا الله انتقام مردم غزه مظلوم را از اسرائیلان و امریکایان بگیر. الله نیست نابود بگردان، الله نیست نابود بگردان. الله ما را به ادای مسئولیت پذیری را نصیب ما بگردان. یا الله جوانان ما بیراه شدن، یا الله ما رو به گناه کرده ایم. یا الله دست ما را از گناه بگیر، چشم ما را از گناه بگیر، قلب ما را از حب دنیا بگیر. یا الله همه اندام ما را متوجه حب و عشق خودت و رسولت بگردان. یا الله ما را مسافرین حرمین شریفین بگردان. یا الله چشم ما را به گنبد خود را حبیبت بگردان. یا الله حبیبت به خاطر ما با طایف رفت، سرکانش شکست، سر زیبایش میده شد، دندان زیبایش شکست. یا الله جگر حمزه تکه تکه به خاطر دین شد. یا الله ما نشستیم که خدمت دین میکنیم. یا الله ما را به قبر حضرت حمزه ببر. یا الله ما را به احد ببر. یا الله در احدی که خونی رسولت شکست. یا الله با احدی که دندان پیامبر شکست. یا الله با احدی که قلب حمزه حبیب عاشق رسولت تکه تکه شد. یا الله ما را به وزارت ها ببر. یا الله ما را در اونجا متوسل بگردان. یا الله ما را حرمین شریفین ببر. یا الله بر جایی ببر که لک لک نماز فضیلت دارد. یا الله اونجا ببر که دعاها قبول شوند. ما از وساوس و از ضربات دشمن انسی و جنی مأمون داشته باشیم. یا الله از کسی از ما دعا خاص دعای ما را قبول بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه و آله و صحبه.